این مرد مشهدی 157 دوتا رو یکی گرفته طلاق داده، 2 تا دیگه با جایگزین، یعنی من بگم 160 تا گرفته، روندش کنم دیگه. 160 تا زن گرفته که الان انشالله که مرده باشه، اگه زنده باشه که خیلی سخته. نور به قبرت بباره. اسمش چیه؟ نوروزلی. نوروزلی شما اگه در الان بودین سلطان کمر در صدا سیما خیلی ازتون فکر کنم تشکیل میکرد، یارانه و خیلی چیزا میگرفتی نوروزلی، ولی خدا پشت بنات دعای خیر یه مش زن و بچه پشتته. نوروزلی به اون اقتصاد خوب زن میگرفت. در کمر نورعلی چه میگذرد؟